بکنم اتیم تلفنم بعد زنگ زدم باشه من فیسبوک موسیقیم تو با ندارم 77 72 81 ni tu ha فیسبوک هم که این بچه Somali ke Bisa tak kisah ini aja ini sabolora. ma ich kara mekhona Bisa tak ini ho. Jadi bal jak to zrobić ja ciągle patrzę. Jak to zrobić to będzie. Dawaj kacu tam. Ja sabolora to mieszkam. اومده خب دوستان عزیز یک سلام گرم نثار هر یک شما بیننده های بسیار عزیز سامانه آیل تیجی اینک چون ما دیروز وعده داده بودیم که طریق تمام سامانه های اجتماعی آیل برنامه مستقیم رو جاری می سازیم و اینک با وعده مون خلاف نکردیم یعنی الکی ساعت در دوشنبه 11:58 است وعده دادیم که در ساعت 12 یعنی ما برنامه پخش مستقیم رو جاری بکنیم اینک برنامه ما همین حالا مستقیما از سامانه آیل تیجی پخش شده است و من از این فرصت استفاده برده تمام مهاجرانی که خارج از کشور هستند خارج از بیرون از تاجیکستان هستند سرول نوروزشان رو و فصل بسیار زیبای بهار رو تبریک و تهنیت میگم ویروس بسیار مشهور قاتل کرونا ویروس و ما در حق تمام تاجیکان برون از مرز کشور دعا میکنیم محبوب و مهربانشان بر بگردن. خب دوستان عزیز شما میتوانید که آزادانه اینجا سوال هایی که شما رو تشویش میدهند الکی چند نفر سوال پیشنهاد کردند و یک نوگانی دیگر از دوستان عزیز که نه تنها شما در سامانه های فیسبوک اینستاگرام یا اینکه یوتیوب تنها نوشته میتوانید بلکه شما زنگ زدن میتوانید یعنی چگونه خیلی 81 اینک در خدمت شما است این رقم میتوانید که آزادانه زنگ بزنید سوالهای خود را بهر ما پیشنهاد بکنید ببینید یک نفر در سامانه ما اولین شده مبارکباد میگم شما رو اولین شده مرجانه بابایوا خب مرجانه بابایوا من قرض میزنم و شما رو مبارکباد میگم تبریک میگم تشکر میگم مرجانه این قدم اولین شماست از جانب کل بیننده های سامانه آیل تیجی تشکر که شما اولین شده سوال انشا کردید اینجا نوشته است مرجانه بانو بابایوا که شما شو دارید اپی شبنم بانو نوشته است خب به هر حال سوال ترکک خصوصیتی دیگر دارد ولی به هر حال من باید از خود شبنم بپرسم شبنم جان تو شوهر داری یا اینکه نه برای مرجانه بابایوا در صفحه شخصیشان انشا بکن تا اینکه پیدا کنن زیرا من مرجانه سخت میخواستم به سوال شما جواب دهم ولیکن فکر میکنم که خود شبنم بانو به این سوال شما اگر جواب میداد بسیار خوب میشه ما مهمانی داریم در اینجا یعنی مشاور وزارت تندرستی که یکم بعد ما صحبتمون رو آید کرونا ویروس ادامه خواهیم داد و آمادگی ببینید هر سوالی که شما رو آید کرونا ویروس تشویش میدهد میتوانید که بشیر رحمت الله این سوال ها رو آماده کنید یا اینکه پیشنهاد کنید خب اینجا چند سوال دیگر است من عذر میخواهم از بیننده که یکم این دستگاه از من دورتر است به همین خاطر من به شما مبارک شود گفته سپه درخشان که به این سامان آمدید به شما هم مبارک شود عموما دیدار شما برای من این یک روز خوب و خوش و ناگفتنی است زیرا اینقدر سالها که من با بیننده که شنونده نبودم فکر میکنم که تشنه هم شدم یکم تشنه دیدار و صحبت شما هم هستم خیلی زیاد اینجا می نویسن من حتی باور کنین حتی اینجا نمیتوانم که زود این همه رو مطالعه کنم
با یک سرعتی تیز اینک ادامه دارد و بار دیگر من برای شما تلفن هایمان را اعلان میکنم 93 180 77 81 مرحمت دوستان عزیز زنگ بزنید اگر هر کسی که خب میخواد که صدایش را از همین منبر بلند بشنود مرحمت. خب برای این کارو کردن من فکر میکنم که یکم جرأت در کار نه جرأت در کار که از منبرهای بلند سخن بگویی یا اینکه چیزی بگویی یا اینکه چیزی اینشو کرده باشی. خب یک نفر دیگر میگه که من با کل تاجیکان دنیا نوروز عالم افروز رو تبریک و تهنیت میگویم. الکی من در این باره گفتم. یک نفر دیگر گفته است که میگفتید که به این برنامه کدام هنرمند تشریف میارد. خب من این سوال شما رو به نظر میگیرم. در برنامه های من بعدی ما کوشش میکنیم که هنرمندهای یا اینکه نمیدونم شخص های سرشناس کشور رو در این برنامه جلب بسازیم، البته با خواهش و درخواست خود شما کی را درخواست میکنید که بیشتر برای شما پسند است و کدام مسئله ها برای شما بسیار پسند هستند که ما ایده اون مسئله ها حرف بزنیم. خب اینجا به فکر من با تلفن 93 180 77 81 کسی زنگ میزند. همین خیلی نه؟ بله. خب بیا دوستان عزیز که تلفنی ما فعال است. سلام علیکم. سلام اپای درخشان. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ من یک مخلصی شما هستم و مخلصی برنامه شما هستم. سلامت باشید. برنامه ما که تازه پخش می شود دلکه نخواد که مخلص پیدا کرده باشد. بله من اینجا در پخش مستقیم شما رو تماشا دارم و یک دو سوال داشتم. به سوالهای من اگر جواب میدادید خیلی خوشحال میشدم. خوب باشد. سلامت باشید. من سوال شما رو فهمیدم و جواب هم نیز به سوال شما دارم. میگوین که شما دختری هنرمند عاطفی قادر میباشید، آیا این راست است؟ سلامت باشید. تشکر. من خب سلامت باشه. اسمتان رو نگفتید. اسمم سرافرازه. سرافراز. بسیار خرسندم. سرافراز من شما رو مبارکباد میگم برای قدم اولینتون و دوستان عزیز اونهایی که مقصدی زنگ زدن دارن مرحمت 93 180 77 81 زنگ بزنید، تماس بگیرید و هر سوالی که دارید برای ما پیشنهاد کنید و باید بگم که برنامه همین لحظه طریق پخش مستقیم پخش شده است. یک نفر سوال دارم به فکر من، سوال این نفر رو هم قبول میکنید و جواب میدم. الو سلام علیکم. دو رادیو خبر و رادیو امروز فعالیت میکردم. فعالیتی نمیدونم تا چند روز خوب یا بد ایرا خودی شنونده قضاوت باید کند. ولیکن میدونید چی، عموما هر کجا که آنجا درگاه روح گسترده است و ما باید آنجا رو قدر کنیم. نه من ساحه ژورنالیستیک هم مثل یک ساحه است که من مثل یک خب بازار هم که نداشته باشد ولی طلبات دارد. هر کجا که طلبات باشد، هر کجا که دعوت باشد ما در همانجا هستیم. نه از نمیدونم از چه سبب باشد که تمامی پخش مستقیم در رادیو بسته شدن، همه برنامه ها نه و مخصوصا همون برنامه هایی که خاراکتری تبریکاتی دارن. یعنی برنامه ما اصلا برنامه بود که مردم زنگ می زدن و زادروز همدیگرشون را تبریک و تهنیت می گفتن نه و خب با سبب های مخصوص این از جانب مخصوص نفر را بسته شد. و به هر حال یک در بسته باشد 100 در دیگر گشوده است، میگن این درست است. خب اطرافی سوالی آنی که من دختر ورتی درست است ولی پدری من الکی چند سال می شود که تشکر در قید حیات نیستم. الکی شما درک کردید که ارتقادر پدر من نیستم. ما در زندگی دختر پدر بار هم دیگر رو می بوسیم، آغوش می گیریم، پدر می گویم، دخترم می گویم، ولی
در اصل در زندگی پدر من نیستن. من عذر میخواهم و بار اول است که من به این سوال شما جواب داده ایستادم. خب یکم نمیدونم، من نمیگم که من در هیجان هستم، یعنی خودم مرا هیجان پخش میکند، ولی یکم من عذر میخواهم. و دوستان عزیز، بار دیگر من تلفن رو اینجا اعلام میکنم 93 180 77 و 81. مرحمت زنگ بزنید، تماس بگیرید و هر سوالی که شما رو تشویش میدهد مرحمت پیش کنید. خب دوستان عزیز، وقتی آن رسیده است که من مهمانی برنامه‌مون رو دعوت بسازم، زیرا ما قبلا در اعلان هم گفته بودیم که اوید بیماری کرونا ویروس یکم با متخصص روشنی می اندازیم. اینک شیر رحمت الله در برنامه ما شرکت خواهند کرد. خب مشاور وزارت تندرستی، مرحمت استاد شما رو دعوت میکنم. سلام علیکم استاد، خوش آمدید به برنامه ما. خب استاد، ما اولا تشریف شما رو به استودیو ما خیر مقدم میگیم. اگر استاد رو معرفی میکنم، شیر رحمت الله، مشاور وزیر تندرستی. خوش آمدید استاد. علی رحمت الله. عذر میپرسم از شما و از کلی بیننده ها عذر میپرسم. خب من تشکر زیاد میگویم، چون که حزب صحتی عامه این یک چیزی برای پیشرفت دولت جامعه خیلی ضرور است و من میخواستم که یک چند چنانه که همگان میدانم، همه روزه میشنوم از سامانه های اخبار عامه، سرایت کرونا ویروس امروز زیاده از 160 دولت روی دنیا را پخش کرده است و چنانه شما گفتید یکی از وباهای عصر به حساب می رود و خوشبختانه من در اولی برآمدم قید کردنی هستم که در تاجیکستان ما تا امروز این ویروس کرونا ویروس. عذر میخوام استاد، ولی سوال من همین است که شاید سوال دیگر بیننده ها نیز همین باشد که عموما همین بیماری چگونه بیماری است؟ بیماری کرونا ویروس این از بیماری های زکام، یعنی بیماری های شدید راه نفسی که همه وقتا هم موسمی با میخونن، یکان نشانه های آن فریختی ندارند. یعنی نشانه های اساسی این بیماری بلندشوی حرارت بدن، سرفه و درد گلو، همین نشانه های اساسی هستند که با دیگر بیماری های شدید راه نفس یک خیله می باشند و برای همین من گفتنی هستم که این بیماری یکی از بیماری های هست که مخصوصا در بین کلانسالان زیادتر به نظر می رسد و راه های پیشگیری کردن این بیماری عادی‌ترین رعایت کردن گیگین شخصی می باشد، یعنی شستن دستان با صابون. این یکی از راه های اساسی پیشگیری کردن این بیماری به حساب می رود. و دوم باید که ما حتما رعایت کنیم، یعنی پیشگیری کردن این بیماری را این در یک مسافه معین نگاه داشتن، یعنی علاقه یکدیگر رو محدود کردن، یعنی با راه علاقه این بیماری میتواند که از منبع سرایت، یعنی از بیمار با آدمی صحت گذرد. سلام باشد استاد، گفتید که کلانسال‌ها یعنی از این بیماری سرایت نمی‌یابند، چرا؟ سببش چیست؟ کلانسالان سرایت می‌یابند. من گفتم که کودکان سرایت نمی‌یابند، کلانسالان سرایت می‌یابند. چرا این یکشان سبب‌های وای دارد، چون که در وقتی پیرانسالی مخصوصا از سن 60 ساله بالا مسئولیت انسان آهسته آهسته پس می‌شود. یعنی ایمونیتتی که ما میگوییم در خلق معمول است، ایمونیتت انسان وابسته به سن و سال پس می‌شود. این یکی از سبب‌های گرفتار شدن کلانسالان به این بیماری میباشد. سبب دیگرش در آن است که در بین کلانسالان بیماری‌های مزمن بسیارتر وام می‌خورد. یعنی
بیماری‌های دل، رگ و دل، بیماری‌های شوش، بیماری‌های جگر، بیماری‌های هاضمه و بیماری‌های گرده، بیماری‌های قند و دیگر بیماری‌های هستند که در بین اینها و همون بیماری‌هایی که در خود همین کلانسالان است اوج می‌گیرند و عاقبت این به ناخوشی آورده می‌رسانند. یکی از سبب‌های فوت همین بیماران یعنی گرفتار بودن به بیماری‌های مزمن میباشد. برای همین در بین کودکان اول اینکه علمان در آن عقیده هستند که مسئولیت بدن کودکان نسبت کلانسالان بهتر هست و بسیارتر ما وقتی که توصیه ها میکنیم توصیه های دکتر رو یعنی طبیبان رو از طرف کودکان از رعایت کردن آنها رو پدر و مادر رعایت میکنند. متاسفانه خود پدر و مادر با همین قاعده هایی که ما توصیه میکنیم کم رعایت میکنند. از همین سبب در بین آنها بسیارتر ما میخورد. باز تکرارم شاید میگم که یکی از راه‌های پیشگیری کردن این بیماری این رعایت کردن هیگین شخصی، یعنی حتما با صابون دست روی رو شستن این ضرور است. من در کدام حالت‌ها باید دست‌ها رو با صابون شست؟ پیش از آماده کردن خوراک یکی از سبب‌های باید که ما شویم همین میباشد. سلام علیکم. علیکم السلام. چطور شما سلام صد تست سنجیدن بیماری کرونا ویروس همون اونو که روی کردن خوب میشد که میگفتید که علاقه یکون کسر سنجیدن همین حالت یکون چی معاین کردن نکردن. سلامت باشید. این سوال شما؟ سلامت باشید. سوال شما قبول است خواهر عزیز و مرحمت جواب شماست. تشکر زیاد برای سوال دادن شما. چنانه که من در اول برنامه خودم گفتم خوشبختانه تا امروز ما یگان حادثه کرونا ویروس رو در جمهوری تاجیکستان به قید نگرفتیم و همه چاره‌ها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان دیده ایستادیم که انتقال این ویروس به جمهوری ما پیشگیری کرده شود. برای همین من با شما میگویم که تا امروز ما زیاده از 5919 نفر شهروندای ما که از در دیگر دولت ها مخصوصا در فدراسیون روسیه، در قزاقستان، در ازبکستان و قرقیزستان و دیگر دولت های همسایه زندگی میکردن و کار میکردن آنها به وطن برگشتند و از در بین تا امروز ما 2050 نفر اینها رو وای مهلتی کرانتینی که ما 14 روز کرده بودیم با آخر رسید و ما آنها رو به خانه های خود جواب دادیم و امروز من گفتنی هستم که 3870 نفر شهروندان ما در جاهای مخصوصی که ما برای کرانتین جدا کرده بودیم آنها بستری می باشند و حتما کرانتین معناش همین هست که در مدت 14 روز ما 2 مرتبه این شخصان را از تست میگذرانیم و خوشبختانه تا امروز ما یگان بیمار را در بین شهروندای بیرون مرزی که برگشته آمدن ما دریافت نکردیم و عین حال باز تکرار میکنم که 3870 نفر در کرانتین میباشند و همین را هم قید کردنی هستم که زیاده از 101 نفر شهروندای خارجی هم ما شخصانی که به جمهوری ما وارد هستند ما آنها را هم به کرانتین گرفتیم عین حال در کرانتین میباشد. کرانتین عموما در تمام منطقه های جمهوری عمل کرده ایستاده است، چی در ولایت سوخت، چی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، چی در ناحیه‌های تابع جمهوری و در خود مرکز پایتخت ما این مؤسسه های چی طبی و چی غیر طبی ما این شخصان رو به کرانتین فرا گرفتیم و خوشبختانه زیر نظارت قطعی قرار دارند و برگشتن شهروندان ما از خارج کشور ادامه دارد.
ما کوشش و خرج میکنیم که هر یک شخصی که از بیرون با که کرونا ویروس رو یعنی که داشتن کرونا ویروس رو معین میکند همین گونه تجهیزات ها دستگاه ها هستن در تاجیکستان یا اینکه نیستن؟ ما یگانه سلام علیکم حضور میخوام است. خب سومیم بله بله مرحمت گوش میکنیم. سلامت باشید. باید پیشگیری کرونا ویروس میخوان که کس جواب پیدا کرده باشن. چگونه راه‌های پیشگیری رو علاقه استاد به فکر من که در آغاز برنامه گفتن که چگونه انسان باید خود رو از این بیماری یعنی که پیشگیری کند، تازه شستن دست، نگاه بین کردن یا اینکه اساس شستن دست با صابون. من باز تکرار میکنم که حتما با صابون باید دستان رو شوید. من آغاز کردم که در کدام وقت باید که دست را حتما با صابون شوید. پیش از آماده کردن خوراک، پیش از خوراک خوردن، بعد حاجتخانه حتما دستا را شستن در کار و وقتی که از کودکان از کوچه از بازی از برمیگردن به خانه حتما دستان را شستن در کار. عموما در جای کار هم توصیه میکنیم که هر یک 2-3 ساعت پس باید که ما جای کار همون میزی کاری و دستان را حتما باید که با معلول مخصوص چی در جای کار میبینیم بسیار شخصان تلفن های موبیلی استفاده میبرند و من توصیه میدادم که هر 1-2 ساعت باید که تلفن های موبیلی حتما با همون محلول مخصوصی که بی‌ضرر میگرداند باید تازه کرده شود. میزی جای کاری هم همین خیلی و از همه پیشگیری کردن این بیماری این دستکی در و وقتی که از خانه برآمدن یا در آمدن دست کردن همین دستکی در برای کشادن در خفی کلان دارد و مخصوصا در جایهای کاری که شخصان بیگانه بسیار میبرایند برای همین هم بعد هر یک باید که همین دستکی درم باید که بی‌ضرر گردانده شود. این راه‌های اساسی پیشگیری کردن همین بیماری کرونا ویروس باشد و از هر یک شخص از خودش وابستگی زیاد دارد که چقدر گیگین شخصی رو رعایت میکنه. خب اگر بیماری که یعنی مبتلا کرونا ویروس شده است سر باید چیکار کند؟ و داروخانه بدود یا اینکه به کدام دکترخانه مراجعت کند؟ ما دکترخانه داریم. من چون گفتم همه نقشه و چاره‌بینی ها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدن و همه روزه این مسئله در زیر نظارت خودی راهبری دولت قرار دارد و تمام مؤسسه‌های تندرستی نوبسته از شکل مالکیتشان حاضر برای پیشگیری کردن و در حالت انتقال شدن این بیماری یا پیدا کردن این بیماری در جمهوری ما آماده هستند که این بیماری‌ها رو بستری کنند و یعنی علاهیده خوابانده طبابت کنند. من یک سال مراجعت کردنی هستم که در وقتی در کدام حالت ها باید که مردم یکی از راه‌هایی که اگر که سامانه‌های جهانی را گوش کرده باشید همه باره چندین مراتبه تکرار میکنند که راه‌های پیشگیری کردن این بیماری ها چی هستند و مخصوصا درباره پوشیدن نقاب. من همین نقاب یک طرزی درست پوشیدن و گشتن این نقاب طبیبان عالمان توصیه میدهند که این فقط برای سلام علیکم. و علیکم سلام. میخواستم همین کسالی یک چی پرسم. مرحمت. میخواستم پرسم همین حیوانی همین خانگی در خانه داشته باشی یعنی کسالی حیوانات هم میگذاشته باشد یا نه؟ عموما حیوان ها به این بیماری به فکر من این کس میگونه میخواستن سوال پیشنهاد کنن که حیوان ها هم مبتلا همین بیماری میشن. آیا از حیوان به انسان گذشتن همین بیماری امکان دارد؟ این بیماری در حیوان ها و میخورد. یکی این بیماری که ویروسی که حیوانات بیمار میشن برای آدم خطرناک نیست. برای همین این ویروسی که حاضر در تمام جهان پخش شده این یک موتاسیون یک نمود موتاسیون ویروسی می باشد که آدمان برای
یکی از نمودی وزمین همین نمودی که حاضر در تمام جهان پنهان شده است برای همین از حیوانات های خانگی گذشتن این غیر امکان است. یک سوال مرا تشویش میدهد مخصوصا مرا که عموما همین زکام عاده از کرونا ویروس چی فرق داشته باشد؟ این حال بگیریم من یک کمی قبل یک 2-3 روز قبل من تست داشتم، یعنی از چشمانم آب میرفت، از بینیم آب میرفت، یعنی گلویم درد میکرد. من حتی هر رسیدم که من هم مبتلا کرونا ویروس شدم و به بیمارخانه روان و آنها را گویند که تو تمام گرفتار مبتلا بیماری کرونا ویروس هستی و مجبورن تو را خوابونند. سلام علیکم. ببخشید من این پخش مستقیم شما رو تماشا دارم. مرحمت. یعنی پشت وقت با بیمارخانه های یا دیگر بنگاه هایی که امکانیت و قدرت معین کردن همین ویروس نوی کرونا رو دارن وقتی مراجعت میکنن یعنی که با مدد آنها نمیرسن، کمکشون نمیکنن، همیشه در راهشون قلفن یا بهانه‌جویی میکنن و چنین سر صداها خیلی زیادن و من پرسیدن میخواستم که آیا وزارت در این سمت یگان چاره‌اندیشی کرد و امکانیت رو دارد که مثلا هر یک نفر مراجعت کننده رو معین کرده تواند که آیا نشان دهنده های اون مثبتن یا منفی؟ سلامت باشید. این اساس داره دوستان؟ باز تکرار میکنم که ضروریت گذراندن همین تشخیص برای همه بیماران در جمهوری تاجیکستان نیست، چون که این بیماری در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته نشده است. یک چیز ببینید که در تمام جهان حاضر همین در دولت‌هایی که همین ویروس به قید گرفته شده است فقط آن بیماران را از تست میگذرانند، یعنی تست گذراندن تمام اهالی این غیر امکان است و برای همین اگر شما سامانه‌های اجتماعی را تماشا کرده ایستاده باشید یک عباره پیدا شده است ویروس تراپی. این یک بیماری هست که حاضر تمام اهالی را در بر میگیرد و هر یک کسی که یک بار سرفه کند یا که یگان درد گلو شود این فکر میکند که به این بیماری گرفتار شود. من باز تکرار میکنم که اگر منبع این بیماری در جمهوری نباشد ما باید که یگان خوف نهراسیم و یگان خوف به این نیست و اگر که مؤسسه‌ای که شما مراجعت کردید در وی قول باشد من فکر میکنم که میتوانید به وزارت تندرستی مراجعت کنید. ما حتما این چاره ها را میبینیم چون که امروز نه روزهای بازار نه روزهای عید تمام کارمندان ساحه طب باید که در مؤسسه ها آماده میبودن و قبول کردن بیماران باید که آماده میبودند و من همین را گفتنی هستم که وقتی که شما نشانه بلندشوی حرارت یا سرفه یا که درد گلو میشنوید شما حتما با تندرستی گردش خانگی و پرزور کرده شده است و متخصصان میتوانند که شما را در خانه یعنی خدمت طبی رسانند. برای همین شما با جای اگر که شما همین خیال بیان داشته باشید حتما با وزارت تندرستی که ستاد دائم عمل کننده فعالیت دارد شب روز کار میکند نوبتداری هست در وزارت تندرستی مراجعت کنید حتما ما چاره ها میبینیم. سوال پیشینه بود که چی چاره ها را اندیشیده ایستادند. تمامی چاره هایی که برای این اگر که وای نرسد باز من تکرار کردنی هستم که یگانه در آسیای میانه جمهوری هستیم که ما از این بیماری آزاد هستیم، یعنی انتقال این بیماری تا امروز ما توانستیم که خوشبختانه چشم نرسد ما خوشبختانه پیشگیری کردیم و یگان راه ترس و وای نیست نکی این با ما حقوق نمیتید که شهروندان بیپایی که امروز جمع میشوند و چندین آدم شما دیگر دولت ها را گوش کنید از 5 آدم از 2 آدم زیاد یک جا جمع شدن را منع کردن. ما میتوانیم که خاصی پیشکی همین معرکه‌ای که ضرورت ندارند همین ها را در بین مردم منع کنیم، رفت آمد را بین یکدیگر کمتر کنیم، با راه علاقه با راه تلفن ما یکدیگر را خبر گیریم یا که پرسیم از احوال وی. حتما رفتن همون جمع شدن یک جا با یک معرکه یا عروس بینان یا که
کودک بینان یا گروابندان من همین چیزهایی هستند که امروز ضروریت ندارن در شستن این ضرور است لیکن متاسفانه در بسیار معرکات تا عین حال دیده می شود که با یک سچاق همون خلقی که جمع می شود با یک سچاق دستاشون را پاک میکنند که این هم قطعا من کرده می شود چون که یکی از منبع‌های اساسی سیرایت یافتن این استفاده چندین آدم یک سچاق است. اینجا یک نفر در خط علاقه است. سلام علیکم. بار دیگر سلام. گوش میکنیم شما رو. کردیم که کوشش کردیم که رفته انالیزی کرونا ویروس کنیم ولی وزارت تندرستی رفته وزارت تندرستی و دیگر پلیکلینیک‌ها رفتیم ولی متاسفانه انالیز نگرفتن از ما. برای چی؟ از سببی که تحصیل تست‌ها کم است. کرانتین با بودید یا که از کدام جمهوری آمدید؟ آها. ولی 2 هفته پیش آمدم که در اون معین کردنی که در بدن شما در جسم شما نخترش بیماری کرونا ویروس وجود دارد یا اینکه نه شما خواستید که تست سپرید اونها رد کردن گفتن که این تست یعنی در اونها خیلی کم است یا اینکه تماما نیست همین خیر درست فهمیدم؟ بله برای اینکه من دل خود رو آرام کردم. سلامت باشید. ما آرام باشید شما با این بیماری گرفتار نیستید چون که 2 هفته گذشته است. کرانتین شما تمام شده است برای همین شما آرام باشید. شما اگر که بجای این فکر دیگر کارها با بند شوید شما از فکرتان می رود. ما تست داریم. ما برای شخصانی که حتما ضرور است تست داریم. سلامت باشید. ما 5919 نفر تست گذراندیم. سلامت باشید. تشکر میگم برای در عزیز و دوستان عزیز تلفنی 93 180 77 81 اینک زنگ بزنید تماس بگیرید و یک نفر در خط علاقه بود اینک علاقه قطع شد. استاد من میخواستم بپرسم که عموما همین ویروس یا اینکه بیماری در کدام اشیاءها دیر باز باقی میموند؟ عذر میپرسم یک نفر. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدن. در تاجیکستان هست یا نه؟ نیست خدا. ویروس عموما در تاجیکستان نیست. از اول برنامه اگر گوش کرده باشید خوشبختانه خدا با شکر تا امروز در جمهوری تاجیکستان به قید گرفتن نشده است. سلامت باشید. و من کلی مردم شریف تاجیکستان رو تبریک و تهنیت میگم. برای ما یک جشن مبارک است نیست زیرا ما با این بیماری مبارزه بردیم نمیگویم چون که درمان نیست و نخواهد آمد و با سوالی که من قبلا برای شما دادم برمیگردیم در کدام اشیاء عموما کدام اشیاء هست که عموما میگن که در آهن یا اینکه در دیگر متال ها در مثلا پیاله و چایnik و هر اشیایی که انسان استفاده میبرد این ویروس یعنی دیر باز زندگی میکند یعنی عمری دراز میبیند. عموما شما درباره چقدر عمر داشتن همین ویروس حرف میزدید؟ عموما درباره چند دقیقه میتواند که در فضا مثلا باقی بماند یا اینکه زنده بماند؟ اکو علم طب اثبات کرده است که ویروس عموما بیرون از ارگانیسم آدم زنده زندگی کردن نمیتواند چون که خود ویروس زنده در درون حجره در درون یادروی حجره زندگی میکند و همه آن سینتز و آن چیزهایی که با بیماری آورده میرساند در خود حجره پیدا میشوند و آدم در وقتی صحبت در وقتی گپ زدن در وقتی علاقه کردن میتواند که این ویروس را از بدن خارج کند و به شخصی وای با نزدیک بودن سرایت کند. لیکن بینید که ما توصیه میدیم که در وقتی علاقه یعنی صحبت کردن در مسافه از 1 تا 2 متر از یکدیگر دور ایستادن. یعنی این معنی آن دارد که اگر همین مسافه را ما رعایت کنیم این ویروس وقتی که از
организми бемор мебарояд дар вақти суҳба кардан ё гап задан вай дар масофаи 2 метр наметавонад ки дигар шахсро сироят кунад. яъне ина бинед ки мана ҳамин масофа чӣ қадар дақиқаро вай дар бар мегирад метавонад ки ин сироят наёбад. лекин дар вақти мисол дар вақти алоқаи наздик яъне дар бусидан дар вақти оғӯш кашидан дар вақти муддати дуру дароз дар як ҷо шишта суҳбат кардан наздик шудан ин ҳатман вай хатар дорад ки аз манбаи сироят яъне аз бемор ба одами солим гузарад. барои ҳамин риоя кардани ҳамин чораҳое ки мо ҳамарӯза гап зада истодан метавонад ки шахсро аз ин беморӣ эмин дорад. ва хусусияти дигари мардуми мо чӣ ҳастад? ман якчиза таъкид кардани ҳастам. мутаассифона дар маршруткое ки аз мо аст дар шаҳри Душанбе то ҳамуна то дар маҳкам шудана пур накунад ронанда ҳай намекунад. ман фикр мекунам ки яке аз манбаъҳои асосӣ худо накунад агар нишон вай сар шавад ҳамин нақлиёт мебошад. чунки аз меъёри хеле зиёд инҳо ба худ ҳамин мусофиронро мегиранд. ҳаминро як вақто хостанд ба як реҷаи муайян дароранд. мутаассифона ҳозир ҳамин давом дорад. سلامت باشین. مرحمت خواهر عزیز گوش میکنیم شما رو. الو متاسفانه قطع شد. خب من میخوام میدونم که آیا همینم نشانه کرونا ویروس بوده نتوند یا از حساب خونکی باشد. سلامت باشید. میگن که نفس کشی هم خیلی دشوار است، تنگ است و این علامت چی علامت باشد؟ شاید من هم مبتلا بیماری کرونا ویروس هستم. باید این بسیار خوب است که حاضر هر یک کسی که بیمار می شود با این بیماری های زکام گرفتار می شود اولین شده می خواهد که همین کرونا ویروس را انکار کند. یعنی این بسیار خوب است. یعنی مردم حاضر برای آنکه بیمار نشوند اخبارات مفصلی دارند. اگر همه نداشته باشند اکثر این مردم نسبت این بیماری وای دارند. لیکن خواهر عزیز اگر شما در بیماری های موسمی هستند که عین حال همین بیماری های زکام یعنی بیماری های شدید راه نفس حتما اوج میگیرند. برای همین شما حتما به دکتر مراجعت کنید. بینید که همین بیماری شما به چی وابستگی دارد. یا که بیماری شوش یا که بیماری برانخیت یا که گلو درد میکند همین بیماری ها میتونن که به نفسگیری تنگی آورده رسانند. دیگر بیماری های هستند بیماری های دیل. من شما رو نپرسیدم چند سال هستید لیکن با هر حال من توصیه میدم که شما با دکتری منطقه‌ای که شما زندگی میکنید حتما مراجعت کنید چون که سبب این رو پیدا کردن. سلامت باشید. لیکن بعضی از علمان خارج مایه کردند که گویا آفتاب این ویروس رو میکشته باشد یا مرگ این کرونا نه سپیر نه اسپاندور نه نورهای آفتابی اولترافیولتوی وای نورها میگویند اینها به این ویروس تاثیر نمیکنند و برای همین باز تکرارم شود گیگین شخصی رو رعایت کردن یکی از اصولهای پیشگیری کردن این بیماری به شما میاد. سلامت باشید. یک سوال دیگر است که نفری که از این بیماری سرایت شده مبتلا می شود از نفری مبتلا شده نفرانی که در اطراف او هستند یعنی خب ما یک راه سرایت می شوند به این بیماری یا اینکه نه؟ این بسیار سوالی وای هست. از مرده به زنده میگذرد اخترش تا حال این وای شدگی نیست که از مرده به زنده گذشته باشد. برای همین وقتی مردی این سرایت شده نمیتواند. وقتی که شخص میمیرد این ویروس برابر مردن این شخص میمیرد. لیکن اون عرف و عادت‌هایی که ماده هستند خودشون رو بالای مرده پرداختن بوسه کردن وای کردن همینا را عموما دقیق نکرده است که منبع اساسی مرده ها باشند. برای همین
ба ҳар ҳол эҳтиёт шудан дар кор. دوستان عزیز میتوانید که ایده بیماری کرونا ویروس که تمام دنیا را تشویش میدهد اگر شما را تشویش میدهد یگان سوال میتوانید که انشا کنید. خب مرحمت دوستان عزیز، کشورها به تاجیکستان تحفه کردند، چقدرشون تا امروز در عمل تطبیق کردند. تست ها واقعا دقیق میگویند. من این نفر رو فهمیدم، میگن که عموما صفت همین تست ها خوب هستند، تا چه اندازه صفتشان خوب هستند که دقیقا گفته میتوانند معین کرده میتوانند که همین شخص مبتلا بیماری کرونا ویروس است. یعنی اینجا علاقه ناباوری است، مردم باور ندارند که تست هایی که به تاجیکستان میآیند واقعا همون تست هایی که کرونا ویروس رو میسنجند. تمام جهان از این تست ها استفاده میبرند، چی امریکا، چی گرمانیا، چی فرانسه، انگلیا، خیتای، تمام جهان از این تست ها استفاده میبرند. اگه امروز مردم ما با که این تست ها وای نباشند، من نمیدونم با چی دیگه باور دارن. وای یگانه راه تشخیصی همین بیماری با راه تستی است. یعنی وقتی که تست اگر که مثبت براید، این معنای آن دارد که این شخص به این بیماری گرفتار است. حاضر تمام جهان از روی همین کار کرده است. وقتی که بیمار شد، بیمار وقت اساسی تشخیصی این بیماری با راه تست است. و این تست هایی که ما گرفتیم، من علاقه چندین بار تکرار کردم که زیاده از 5919 تا شخصان رو ما با این تست ها تشخیص کردیم. خوشبختانه در بین اینها پیدا نشد. ممکن اگر که یگان تا پیدا میشد، ما میگفتیم که هست، این بیماری هست. خوشبختانه تا امروز این بیماری نیست. برای همین تست ها هستند. ما امروز امکانیت داریم که شخصایی که با ما و جمهوری ما وارد میشوند، ما آنها را از این تشخیص ها گذرانیم. میگن که در تیرزه ها رو شکسته میگریزند. فهمیدم. خب وقتی که کرانتین اعلام میکنن میگن یعنی که دیگر نفرانی که در کرانتین قرار دارن و تیرزه ها رو شکسته میگریزن از کرانتین. همین گونه واقع بود. واقعه ها روزای اول بسیار بودن. برای همین من باز تکرار میکنم که یک وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در تنهایی نمیتواند که همه چاره‌های جمهوری تاجیکستان، دیگر تشکیلات‌های قدرتی جمهوری تاجیکستان وابسته کرده شدند برای ترتیب و رعایت کردن. و کدامانی که از حاضر ما تمامی نشانه‌های جای زیستی این شخصان رو داریم. همه روزه اینها در ژورنال‌های مخصوص به قید گرفته میشوند و در صورت اگر از این جاهای کرانتینی اگر گریختن این شخصان اگر باشد، ما حتما آنها را برگردانده باز به کرانتین میگیریم. یعنی که مجبوری است. نه، این حتمی است. حتمی است، چون که از رفتار یک شخص آینده تمام جمهوری وابستگی دارد. برای همین ما این کار را پرزور کرده ایستادیم با دستگیری دیگر وزارت. میخواستیم که اینجا نیفتید. یک سوال دیگر، یک نفر گفته است که شنیدیم که میگویند در تاجیکستان کرانتین اعلام میکنند در تمام کارخانه ها، درست است یا اینکه نه؟ تو چند روز اساس دارد؟ امروز وزارت تندرستی ضروریت اعلام کردن کرانتین، یعنی معنی که تمام چیزا را محکم کردن نیست، چون که بیماری نیست. راه‌های پیشگیری را ما روز تا روز پرزور کرده ایستادیم. یعنی کوشش میکنیم که اون شما میدونید که تمام محفل‌ها، تمام چاره‌بینی‌های بین‌المللی وابسته با همین کرونا ویروس از یک مدت به مدت دیگر گذرانده شدند و ما هم میتوانیم که بعضی چاره‌بینی‌هایی که برای جمع کردن مثال آدم بسیار ضروریت دارد، ما میتوانیم که اینها رو کمتر منع کنیم.
ман дар баромадҳои пешамам гуфта будам ки барои чӣ кӯдакон бемор намешаванд, чунки ва ё риоя мекунанд он гуфтаи муаллим, мураббӣ, падару модар, волидайнро риоя мекунанд. барои ҳамин онҳо кам гирифтор мешаванд. агар ки мисол дар мактаб вақте ки ҳар як саҳар пеш аз сар кардани дарс тамоми ҳамон синфа муаллима ёки муаллим ҳарорати бадани онҳоро чен карда бинад ки дар байни ваё ягон одами бо ҳарорати баланд ҳаст ё нест, ё дар боғчаи кӯдакона ки ҳар саҳар бояд бинад, муайян кунад, инам яке аз сабабҳои он аст ки дар байни кӯдакон кам мехӯрад. чунки дар ин муассисаҳои томактабӣ ва дар муассисаҳои мактабӣ мумкин ки риоя кардани ҳамин гигиенаи шахсӣ бисёртар бошад, чем дар дигар кӯдакое ки ба ин муассисаҳо фаро нагирифта шуданд. барои ҳаминам ин яке аз роҳҳо. барои ҳамин карантин муайян кардан накардан ин ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон муайян мекунад ва имрӯз вазорати тандурустӣ зарурият намешуморад ки ин ё он корхонаро карантин кунад. عموماً هست اگر نوشدارو ها یا اینکه سوزنداری که بر ضد بیماری کرونا ویروس باشد یا اینکه راه تبابت کردن این بیماری چگونه است؟ شما همه روزه شنوندگان محترم تماشا کردید، اینترنت هم میبینید. عموما ویروسی کرونا ویروس تبابت سپسیفیکی یعنی مخصوص ندارد، لیکن تبابت دیگر علامت های این بیماری از در گفتنی هستند که فقط در حالت التهاب با بیماری التهاب شوش گرفتن حالت این بیماران وزنی می شود. در دیگر صورت یعنی اگر که درد گلو باشد یا که برانخیت باشد این همچون زکام میگذرد. این همچون یکی از بیماری های زکام است که میگذرد. برای همین با تعلق وای کردن ضرورت ندارد. برای همین من باز خب یک نفر در خط علاقه است. مرحمت گوش میکنیم. سلام علیکم. سلام. Вот я хотела вопрос задать. مرحمت. То, что вот вирус, нам же тесты привезли из России, да, они были протестованы. Вы откуда знаете, что с России мы получили тест? Да, вот в новостях читала. И в Таджикистане, и этих, которые на карантине зараженные, есть в Таджикистане? У нас нету зараженных. Я по-таджикски выступал, может быть, вы не поняли. К великому счастью, до сегодняшнего дня, до этого момента, ни один случай коронавируса в республике не зарегистрирован. И все люди, которые приезжают с других стран, особенно наши жители, наши граждане, они берем их на карантин на 14 дней и обязательно проводим тестирование. После чего мы их отпускаем это. На сегодняшний день мы отпустили уже 2050 человек. Остается на карантин 3870 человек. Из них 101 граждан это других стран. 101 человек. Еще один вопрос. Вот ходят слухи, то, что карантин будет. Это правда? Я сейчас только по-таджикски отвечал, сейчас нету такого этого. Никаких карантинов не будет. Да. Показаний к тому, что делать карантин в Таджикистане, я понимаю, многие хотят отдыхать за счет этого. Это они хотят просто вот объявить и это отдыхать. Поэтому сейчас нет необходимости для того, чтобы объявить карантин, допустим, в Республике Таджикистан. Потому что нету болезни. Заболевших нету среди населения. За что мы должны соблюдать те рекомендации, которые дают ВОЗ и врачи. Значит, это личная гигиена. Соблюдение личной гигиены – это основное мероприятие для предупреждения заражения коронавирусной инфекцией. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Это очень опасно. При любом признаке вот этого гриппа или органов это дыхания, вы обращаетесь к своему врачу. Обязательно. دوستان عزیز تلفن 93 180 77 81 است و
اینجا کارگردانی برنامه اشاره میکنند که وقتی با برنامه ما جدا گردیده اینک 5 دقیقه دیگر باقی مونده است و بار دیگر میگویم که تلفن ما 93 180 72 81 است. دوستان عزیز مرحمت زنگ بزنید، تماس بگیرید و سوالهای خود را برای ما پیشنهاد سازید. اینک باز یک زنگ تلفنی است، بهترش با زنگ تلفنی جواب بدهیم. لحظه های جنبستی برنامه ما خوش میکنیم شما رو. فهمیدم. این سوال صلاحیت ما نیست. شما در کجا قرار دارید؟ در کرانتین در کجا؟ سلامت باشید انور جان. صلاحیت ما نیست. اگر دانشجو باشد شما را هیچ کس ابلاغ نمیگیره. آرام دانشجوی باشد آرام گردید. فقط گیگین شخصی را رعایت کنید، مسافه را رعایت کنید. من از همه بهترش همین. سلامت باشید انور جان. نه از کرونا ویروس بلکه از خدمت به مادر وطنشان می‌هراسند. ما سر کرونا ویروس حرف میزنیم ولی انور جان شما درباره خدمت نکردن برای مادر وطنتان. خب جوانمرد باید خدمت کند. سلامت باشید. هر یک جوانمرد باید خدمت کند. من یک بنده از شهر کلوب گفته است. در کلوب مرکز دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهری یگانه شرایط شهر کلوب می رود. دوستان عموما خب سخن این قسم سوال این قسم سر همان مقصد است که وقتی که بیمارخانه به تعمیر خوب نیاز دارد، به همون یعنی چی بگم به کارگر خوب نیاز دارد، با این گونه بیماری چگونه میتواند که مبارزه برد؟ درست که در شهر کلوب ما بسیار مؤسسه‌های تندرستی داریم که به همه طلبات جهانی جوابگوی هستند. اگر شما شنیده باشید همین سال آخر سال گذشته ما یک مرکز پریناتالی در شهر کلوب با استفاده دادیم که چنین بیمارخانه در آسیای میانه نیست. آن سوالی که این کسا دادن نسبت مرکز سانیتری اپیدمیولوژی این اونجا براه ماندن. این اداره هست، اداره. لیکن ما این سوال حتما در ستاد اول با تلفن جواب بدیم. السلام علیکم. مرحمت. اولم خیلی کرده گفتم که نورهای آفتابی این ویروس را نمیکشند. فقط شما گیگین شخصی را رعایت کنید و توصیه هایی که از طرف تشکیلات جهانی تندرستی و از طرف طبیبان پیشنهاد میگردند شما اگر این برنامه را گوش کرده باشید رعایت کنید با این میتوانید که از این بیماری امین باشید و خودتان و فرزندان خودتان همسایاتون خویش تبارتون میتوانید که امین دارید. فقط با راهی گیگین شخصی رو رعایت کردن. سلامت باشید دوستان عزیز. خب دوستان عزیز وقتی با برنامه ما جدا گردیده هم اینجا به اتمام میرسد نهترش و اون نفرانی که دن یا اینکه چیزی گفتن در زیر این نوارهای ما که اینجا یکم برای من خوندنش دشوارتر از زیرا فاصله ما باید بگم که این برنامه همه روزه ادامه می‌یابد و برنامه من بعد ما نوبتی ما در برای کلی مهاجران بخشیده خواهد شد. سلامت باشید. سلامت باشید دوستان. تشکر زیاد که فکر سلامتی تمام مردم ما را میکنید و که در فکر تنصیحاتی و خاطر جمعی ما هستید. ما هم نیز در همه فکریم. بگذار در سر ما همیشه شما سالم باشید که در فکر سالمی ما هستید، در فکر سالمی جامعه هستید. خوش آمدید به استودیوی ما. سر جهان تشکر.
خب دوستان عزیز با همین برنامه ما جنب بس می‌یابد. تنسیت و خاطر جمع باشید.